این نوبت قهرمان برنامه هنرمند است که عمر خویش را در صحنه تئاتر سپری نموده است. همانجا شاگرد گوشفروش بودم. محمدی میرزاعلیوف میگوید که محبتش نسبت این درگاه فرهنگی خیلی بزرگ است. تا آدمی که وای در تئاتر است گویا که وای پایخست نمیکنیم، لیکن همان روزی که وای از در تئاتر نباشد در حال حس کرده میشد در تئاتر کمچین نمیرسد. در بدنم مرغک دوید. ما خرسند هستیم که در بر ما همین گونه نفرها هستند و برای ما جوانان عبرت هستند. بسیار نقش‌ها آفریدم، بسیار کارها کردم، لیکن کلا فتح ناپذیر ماند.